اگر انسان روزدار سحر برای خوردن نخیزد، انسان سحر خورک نخیزد و حتی نیت روزه را هم نگوید، آیا یکم روزه گیری نیکی نماز نخوانی قبول می شود؟ در وقت روزداری در خواب شیطان فریب کند، روزه میشکند یا نه؟ تراویح به دو کس خوانده می شود؟ من یک روز پیش از رمضان روزه گرفتم، میگویند که اوباله، این راست است؟ خب به دندانات و زبنای پست شوی روزت میشکند یا نه؟ به نماز باشد آدم زکات کی می شود؟ خاطر ویتری واجب در رمضان و جماعت خوانده می شود. میگن که حمام کردین دیگر طهارت خواب نکنید، خودش طهارت می شود، همین راست است؟ السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. اکنون یک قسم برادران و مادرها و خواهرها در حج با رضایت الله رسیدند و دعاگوی ما و شما هستند و اگر شما نیز نیت سفر به حج عمره را داشته باشید پس فرصت را از دست ندهید. در نامرهای روی اکران بوده مراجعت نمایید و اگر از نام کانال ما روی فردا گیرید باز کمتر ارزانتر خواهند کرد. الله نگهبانتان باشد. وعده زمزم. البته سوال هایی که امشب من جواب میگویم، یکی از برادرهای عزیز در این شبکه های اجتماعی یعنی سعی داشته است و نوارهای مسجدی ما را میگذاشته است، اون شخصیت این سوال ها را برای ما ارسال کردن، انشاءالله که جواب اونها را میگردانیم. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، روزتون بخیر باشد. یک سوال دارم، در وقت روزداری در خواب شیطان فریب کند روزت میشکند یا نه؟ و در این حالت چی کار باید کرد؟ اکنون برادر عزیز انسان هایی که یعنی بعد از صبح بعد از بامداد چون خواب میکنن یا که روز خسته خواب میکنن، وقتی احتلامی شامایه را شیطان بزنه روزه اونها فاسد نمیشه، روزشان نمیشکنه، خسته غسل میکنه، دهن و بینی را آهسته میشوند، فقط غرغره نمیکنه. چی نوعی که در دیگه حالت عادتا در غسل جنابت دهان غرغره میکنن، غرغره نمیکنه، چقدر با احتیاط دهان ها را میشوند، بینی ها را میشوند، غسل میکنن، از جنابت پاکیزه میشوند. شیطان زدن یعنی احتلامی شدنشون برای اونها روزشون فاسد نمیکنه. اما وقتی که یعنی عورت یک زن به شهوت نگاه کنن، اگر آبی منیشون برای، اگر مزی برای روزشون نمیشکنه، آبی منی برای، آبی غبس برای، البته روزشون فاسد میشه و میشکنه در این صورت. خب برادر عزیز سوال کرده است که تراویح به دو کس خوانده می شود؟ بله برادر عزیز، به دو کس، حتی یک نفر هم باشی، وقتی تراویح یعنی جماعت دریافت نکردی یا اینکه خانت از مسجد دور است و تنها هستی، یک نفر هم باشی می توانی که نماز تراویح بخوانی. وقتی دو نفر باشی نماز تراویح یعنی به جماعت میخوانی. درست است برادر عزیز بزرگوار. چه برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم، روزه گیری نیکی نماز نخوانی قبول می شود؟ التماس جواب دهید. اکنون برادر عزیز این قبول می شود نمی شود یگان شخصیت گفته نمی تواند. اگر نمازم خوانی او در نزد مشیت و خواهش پروردگار، بخواه قبولش میکنه، اگر نخواه ردش میکنه و سبب کمبودی و ناقصی هاش. آیا انسانی که روزه میگیره و نماز میخونه آیا عمل اید درگاه خدا قبول می شود نمی شود؟ البته پروردگار هر انسان در برابر نیکی ثواب می دهد، یعنی عمل نیکش از او قبول میکنه، اما در برابر بینمازیش در قیامت و عذاب میکنه، از او پرسیده می شود. در کاری خوبش ثواب میگیره و در کاری بدش در قیامت جواب میگیره. چه برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم بابا داملای التماس به همین سوال من جواب گردانید. اگر انسان روزدار سحر برای خوردن نخیزد، انسان سحر خورک نخیزد و حتی نیت روزه را هم نگوید، آیا یکم باکی دارد؟ انسان وقتی که در خواب مان یعنی سحر خورک نخیز، برادر عزیز شما حرکت کنید، سحر خورک خیزه، اگرچه اشتها هم نباشه، خواهش خوردن هم نداشته باشه، حرکت کنه هم پیش از صبح خیزه، یک قطره آب خوره و نیت کنه خواب کنه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که تسحروا فإن فی السحور برکة، تا شما سحرخیزی کنه، یعنی سحرخیزی کنه، چون که در سحر خیزتن شما برای شما برکت است. خداوند برکت چه در حیات شما میاره.
و این خاطر انسان حرکت کنه، سحرخیزی کنه. اما شخصیتی که در خواب ما نیت ناکرده خواب رفت، وقتی که سحر خیز اگرچه آفتاب هم برآمده باشه، بعد از صبح هم باشه، میتونه و شخصیت میتونه که نیت کنه. یا اینکه انسان میتونه که ای ابتدای رمضان، یعنی از یکمین روز رمضان همه ماه رمضان نیت کنه، در دیگر روزاش بعد دیگر شرط نمیشود نیت کرده. یعنی نیت کل ماه برای انسان درست است. خب برادر عزیز سوال کرده که میگویند در ماه شریف رمضان همه جن و شیطان ها و زنجیر بسته میشوند، اما آدمان برای چی گناه میکنند؟ همین را میفهمونده. اکنون برادران عزیز حدیث جناب پیامبر است البته که در دوام رمضان شیطان ها را پروردگار زنجیر بند میکنه. البته شیطان انسان هایی که اونها بنده های اطاعتگر هستند، بنده های روزگیری واقعی و حقیقی هستند، شیطان اونها را فریب نمیکنه، اونها را ضرر نمیرسونه. انسانی که در ماه رمضان و خودش یعنی گناه کرد، عزیزای خدا یک مقاله قول دارد، میگوید که وای خودش شیطان صفت است، وای شیطان فریب نکرده است. و انسانی که در رمضان گناه کرد، وای خودش انسان یعنی شیطان انسی هست، شیطان انسانی هست. چون که جناب پیامبر گفتن که در این ماه رمضان شیطان ها زنجیر بند هستند. یکی از خواهرهای اسلامی ما سوال داده است که السلام علیکم، یک سوال داشتیم. خب با دندانات و زبنای پست شوی روزه میشکند یا نه؟ همین سوال را جواب میدادیم. برادران عزیز در روزهای رمضان، یعنی بعد از اینکه ما روزه را محکم میکنیم، نیت میکنیم، بعد از برآمدن یعنی بعد از دمیدن صبح، وقتی که صبح دمید یعنی آخر وقتی محکم کردن روزه ما است. از دمیدن صبح تا شیشتن آفتاب در وقتی که ما روزه دار هستیم، در این حالت شستن دندان ها و این پسته ها مکروه است، معنی است، چون که اونها مزه دارند. اگر در حالت شستن، اگر آبی همون شستن وقتی انسان دهان میشه و خف میکنه، آبی هم اگر در حلقش فرو بروه روزش فاسد میشود. و هر حالت در حالت روزه شستن دندان ها مکروه است. انسان میتواند که در وقت شب یعنی بعد از افطار کردنش تا پیش از صبح، یا اینکه پیش از صبح وقتی که روزش نیت کرد یعنی صبح نادمیده باشه دندان هاش شوید، براش اجازه است. اما وقتی که صبح دمید براش معنی میشه. هر انسانی اگر یعنی در روز دندان هاش به پسته ها شوید، اگر اون مزه داره روزش مکروه میشود. یعنی که روزانه در و این پسته ها شستن دندان ها مکروه است. برادران عزیز بزرگواری من، خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم بابای داملا، من یک روز پیش از رمضان روزه گرفتم، میگویند که اوباله، این راست است؟ اکنون برادر عزیز یک روز پیش از رمضان روز دوشنبه بود. کسی که اون روزه نیت کرده باشه، روزه عادتی داشته باشه که دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفته باشه، براش درست است. اما روزه یعنی شک، روزه همچون روزه شک نیت کنه، برای عامه این مکروه است، ناخوب است. اما برای بعضی انسان هایی که عادت دارد، برای اونها ضرر ندارد. ان شاء الله که این سال بگیم روز شک در روز دوشنبه آمده بود، کسی نیت کرده باشه، اعتقاد نیت چی باشه که روزه سنتی روزه دوشنبه گرفته است، براش گناه نمی شود. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم بابای داملا، به نماز باشد آدم زکات پی می شود؟ سوالی برادر این است که یک انسانی که نماز نمیخونه برای او زکات ادا کنی، زکات پی درست می شود؟ ولی برادر عزیز برای همه زکات درست می شود، اما در انسان نمازخوان، در انسان صالح فضیلت و ثوابش زیادتر است. اون حدیث هایی که جناب پیامبر یعنی تحقیق کردن که به نمازها را طعام ندهی، آب ندهی، اینها حدیث زجری هستند برای سیاست اسلام، برای سیاست اون شخصیت هایی هستند که یعنی از نماز دور هستند. البته شخصیت مسلمان باشه براش بهتر از زکات و او شخصیت درست می شود. خب اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم بابای داملا، من یک سوال داشتم، میگن که حمام کردن دیگر طهارت خواب نکنه، خودش طهارت می شود، همین راست است؟ همین را جواب میداده. اکنون یک انسانی که میره غسل میکنه یعنی حمام میکنه، سر و بدنش شستشو میکنه، سوال برادر اینه که وقتی حمام کردی دیگه برای او شرط نیست که طهارت کنه.
البته انسان در حالت غسل کردن، حمام کردن، وقتی دهان و بنیش شوشت، وقتی تمام بدنش شوست، برای او درست میشه، طهارتش کامل شدگی است. اما اگر با مقصد حالتش خوب باشه و وقت داشته باشه، طهارتی دست رو کنه، براش بهتر میشه. چون که در طهارت اعضاها را، یعنی دستها را، روها را، پاها را 3 بار شستن با سنت است. یعنی اگر در این حمام های اینجا باشه و آبش برای او یگان دشواری و مشکلی نباشه، بعد از حمام کردنش طهارتی دست رو کنه، براش بهتر است. اما اگر طهارت هم نکرد، به همون غسلش طهارتش یعنی بود شدگی است، میتونه که نماز کنه. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا جان، حتما روزه رو گرفتین، خداوند قبولش کند. خب در مغازین کار میکنیم، عرق و پیوه میمونیم، چه خیل میشود؟ اکنون برادر عزیز انسان هایی که در جاهای کار میکنن که یعنی اونها عرق میمونن یا مثال پیوه و دیگرش باشه، تمام نوع مسکننده در شریعت اسلام حکمش حرام است، تمام نوع مسکننده. اما در عرق خاص حدیث آمده است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در شراب خداوند 10 گروه مردم لعنت کردگی است. در 10 گروه مردم ملعون هستند، یعنی خدا اونها را لعنت کرده است. یکی از اینها کی است؟ انسانی که شراب تغری میکنه، یعنی شراب راست میکنه، انسانی که میفروشه، انسانی که میخره، انسانی که میبره، انسانی که برای او برده میشه، انسانی که میریزه، انسانی که مینوشه، یعنی جناب پیامبر 10 گروه برای شراب لعنت کرده. سوال برادر این است که ما در مغازین ها کار میکنیم، کار اینها بوده است که هم یعنی ویتری نمیگن چشون میکنن همونا را از عرق شراب پر کردن. البته این کار در شریعت معنی است حرام و نادرست است. بهترش که شما برادر عزیز دیگر جای کار یافته کار کنید، چون که این عمل شما یعنی در همونجا گذاشتن در یکی از همین 10 یعنی گروهی که پیغمبر گفتن این داخل میشه. برای همین بعضی برادرها هم هستن که با بعضی کارخانه ها را یعنی عرق میبرن برای کاغذها و کارهاش نابود کردن. این هم در شریعت معنی حرام است. برادر عزیز بزرگواری من از این کار خودداری کنید، خود را نگه دارید. خب برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، خداوند نگهبان باشد، ویتری واجب را در رمضان با جماعت خوانده می شود؟ جوابش را انتظار هستیم. اکنون سوال این برادر این است که شاید سوالش این چنین باشه که به چی خاطر ویتری واجب در رمضان با جماعت خوانده می شود؟ چون که من خوب نفهمیدم سوال این برادر. به خاطر ویتری واجب در رمضان جماعت خوانده می شود که نماز تراویح ما جماعت می خونیم، تراویح سنت است، ویتری واجب است. وقتی که در این ماه فضیلت زیاد است، یعنی ثواب بلند است، وقتی سنت به جماعت خوانده می شود، به طریق اولا و بهتر این است که واجب هم به جماعت خوانده شود. چون جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم چون هم این چنین گفتگی است، یعنی که در ماه رمضان ویتری واجب به جماعت خواندن یعنی درست است. چه برادری از سوال کرده السلام علیکم داملای محترم، از شما یک چیز رو پرسید. خب وقتی که من روزه میگیرم در دوام روز از بینی من خون می آید، آیا روزه من میشکند یا نه؟ نه برادری عزیز، وقتی از بینی یا از یگان اعضای انسان وقتی خون بیرون شود و برآمدن خون یعنی طهارت روزه وی نمیشکند.